عزیز کسایی که در روسیه هستین زبان روسی رو کوشش کنین که یاد گیرین گپ زنین. شهروندای روسیه نگفتم که در ویدیو که شهروند روسیه نمیفهمن. این نوع احترامی نسبت همین ملت میشد، احترامی نسبت همین چی میگن خلق میشد. یعنی که احترام کار نمیکنید این خلق رو. زبان باید آموزین. کودکاشون هم جای ما روسیه میدونن، خیلی مکتب میخونن که میدونن. مادرشون که اومدگن مثلا همسایه مو و مختلف مکتب در تاجیکستان خوندگن و یا روسی شروع نمیدونن. اون وقت شده که در بیمارخانه آوردن روسی سوال او دیره نمیتونه گپ زده که نپرسش که از چی الرژی داری؟ سومه که واس на чем аллергия؟ سوال اودیه کنم هسته؟ گفتن نمیتونه. یا хроническое заболевание. خیلی хроническое заболевание کلمه چیه؟ медицина میسو. بله. شکلی کسایی میسو که تبرکلوز میسو هم میدونید تبرکلوز کسانی باشه یا سیاسی نمیتونن سوال. همین چیزا اودیه باید که دونن. ندونستن این نوع احترامی نسبت همین خلق میشه. نوع احترامی میشه. مثلا در کشوری که زندگی میکنی زبانشو دونی خوب است برای احترام کردن. بعد خیلی نگید که من طرف اینا رو بیتسم. نه احترام میشه. ایروسی که نه احترام نسبت همین خلق میشه که زبان ندونه. کم کم باید دونی. دیگه تا چیزایی چی میگن رازدوری هیچ باید دونن که الیمنتار چیزا رو. ما نمیگیم که مرا موضوع توزیع روسی گپ نمیزنم. همین گراماتیکی چی میگن دو خطاگی من دارم. یکی کوشش میکنم که با آدم رسونم فهمونم. اگه زبان روسی مادری من نیست توزیع رو بگیریم گپ بزنم. زبان توجیکی خود توزیع گپ میزنم الحمدلله شکرانه میکنم. یک زبان روسی رو کوشش میکنم که توزیع چکنم با آدما چکن گپ بزنم رسونم. خلاصه مریم کوشش کنید که مثلا زبان روسی چیزای الیمنتاری شاید کنی یاد بگیریم. مثلا احترام این خلق مثلا باجا بیاریم. یک کشور زندگی میکنیم میگیم شما میگم که این مورا میخرونم میپوشونم کور حالا میکنه اچ به زبانشون مثلا نمیتونید نمیخواین بگین گپ بزنید در جای در کوری در همین فمینیست یک بار ما چی دکومنتی بود رفتم سپردنی یک تا توجیک اومد دکومنت سپوری پیش از ما در اومد ما بعدی وای بود میدارم توجیک سوالای امی اودی دادن که تو مکتب میونه در جا خوندگی آدم اساسری بو مرد کالانسو با واسطه پدرش چی میگیشت از شهروندی سوال میده که مکتب رو که ختم کردی او دیپلم داری او چی میشه که در زبان روسی رو میتونی گپ میتونی یگان سوال جمله داد بعد کارگری فمینیست که برای زبان روسی رو گیریم بیاین بعد به شهروندی دکومنتاتون میسپارین نمیپرسن میپرسن که سوختن گفت چیکار میجفن بعد دکومنتاتون قبول میکنن اگه خب پروسه قبول نمیکنن ما 8 سال شده میشه نسپردم قاعده بر چی کردم بعضی ورقامون درست برام یه بار لگوی چی بتونیم نشون شهروندی یک بار ما رفتن که بیا رنگ ایپک شدم ایپم دروغ برام ایپک نتونستم سپرده چی شهروندی ما اینجا چکدگیم پاپتکدگیم ما که پای توجیک هموطنان اگر این خیلی عمیق بگیم که ما میخواستم شهروندشم نه پاپتی کار رفتم سپردم ایپم دروغ برام بو نمی سنتیابری بو رفتم سپردم یک تا سپرافکای چیز بو برای دکومنتم اسپراکا بو در کار بوده اسپراکا بو نبوده بو برای اسپراکا ما رفت تاجیکستان گرفتم آمدم خیش تورا با بو خبر گرفتم اولی که بو نسپردم ببین تو چیکار میگن چی بهش مدعی هستی شهروند نمیشین اگه بگم پیامون خیلی بریم کار کنیم که نکردم دو بار رفتیم مثلا باید برگه رفته بودیم من سه بار رفتیم ما سه بار رفتیم یا برگه چی رفته بودم چی میگن چیز دم گفته بودم که و آدمای اساسی رفتن قبول میکنن رفتم گفتن که نه اساسی نه آدمای ارسفسر اگر باشه قبول میکنن سه بار کردم قبول نکردن خود خدا نه که اون چه دیل خواهد آن نشد خدا خواهد اون شد یکی من خواهش ساخت پر آماده نیست که شهروند شم یکی خدا نصیب باشم کار میشم پس خدای کنم و سکسنی فراموش نکنه خب عزیزانی چی میگن من همه تمامی